برادرانی که قصاب بوده گوشت میده کرده میتونستی در مغازه مقصد دست پنجه خوب داره برای فروش گوشت کار میکفته نمیدونستی خورد خوراک جای خواب به پل چی میگن دکومی چی دکومیتات عکسای خود دادی در پشت اکران طریقه با هم خاطر دوستان مهربان خدمت قصاب میتونی از ساعت 10 تا 10 شب یا که 8 ساعت تا 8 شب کار میکنی 2000 روز کاری خورد و خوراک جای خودت میتی اگر که با کارگری خوب باشه برادر عزیز ان شاء الله اویلک تا با میخزونه فقط التماس در این رقمایی که هستن پلیس سوخوز نویس بدونه که جای همین مغازینه که سلام علیکم جای مغازینه مثل پتروچکا و مگنی اما این حلال است تمام مگنی به طور راحت میگی که پر منیسات چه دست همین است اما مغازین توچکا خمار درش ویدیو رو کلی تماشا سلام علیکم دوستان عزیز خداوند گمانی هر یک کدوم شما باشه اولش پروردگار و شما است که چقدر مردم نیازمند کمک میکنید دوستان امروز قرار داریم در متروی لوبلینو در اولیسه سوخوزنی 20 دوستان مهربان پنجم ویخدی مترو میبروی یک چیز زور تو نشون بدیم با دقت تماشا کنید رفتیم یا کنید دوستان مهربان مغازین زمزم شنید داده زمزم مارکت زمزم عمره اما زمزم نشنیده بود انا که میدرون در نی زمزم هیچ کنه نگولی تاپ نی با اوجا رفتن لایک بزنه بچو مغازین زمزم اینه برتر بیو زمزم کشی دوستان عزیز باشتر شنید حلال زمزم حلال خوب زمزم حلال یعنی که خوراک های با مزه حلال نومی زمزم یعنی معنی زمزم شاید او خشک نمیدون هم خشک میدون که با انگلیسی زمزم میشه با عربی زمزم میشه با جوش زمزم خلاصه درنش چی میگن خورد خوراکی حلال مثل که فیکس پرایس های همیشه هم چیز چوره نه همه نمود نه که نرخ نووجه فیکس پرایس نیست ای فیکس پرایس هم حتی پایین نرخ نووش اما دوستان مهربان چی بگم کچ استاشو بمب را دوستان عزیز خوب ما می‌داریم حاضر با صاحبان مغازین خزانه مغازین شما شناسایی میکنیم و حال مغازین با شما را نشون میدیم همچون برادرانه از ما خواهید کرده شما را که خبر بکنم من نیاز نداره الحمدلله اما هم شنیده میکنید یک دستگیری ما را میشنید خوب دوستان مهربان در این مغازین تمامی نمودی خوراک ها مقصد بعضی سوی کودکی بازیچه ها گوشت تمام این نمود چیز دیگه بله دوستان ما همجا شناسایی کنیم همین بعضی کسایی هم طرف کل میبینیم ایس تماشا میکنیم دوستان مهربان خیلی برای خوب دوستان مهربان در این مغازین یکی از پروکته ها میگه چی میگیم خربز تربز برنج نسک نخت تمام روزگار زندگی دیده میشه چی تمام چی میگن روز برای روزگار برای خودگی بانان تربز ایشوی بودرنگ ریدسکا و اگه همین 1 کیلو ریدسکاش 180 روبل بودرنگش 130 روبل هم بانان چند است 100 روبل بانان خربز چند است 130 روبل تربز 60 روبل 60 روبل کیلو این هندلاش چی هندلا 110 روبل سبزی چی سبزی ما 80 روبل سبزی 80 روبل پیاز 80 روبل پرچکا 40 روبل دورنگ بود 60 روبل کنسرت دوستان مهربان نگاه کنید تمامی چیزها در همینجا دیده میشه حرکتی ما هر یک چیز الحمدلله که این برادرها هستند خرسندی ما علاق شده که پیش از همین عید قربان عکس‌ها و خرسندی ها برای همین یکی برادرای ما همین چونین مغازین های خوراکواری بوی میکنند چه نمیگه که همه وقت بس ترویکا مردم میکنه میاد اینا دوستان مهربان در اینجا نانی اچگی در اینجا میبندن حوزه نان‌های بگیم تازه سویج بگیم بررسی سویج نیجی هستن اینجا اون نام این همین اونا اگر خدمت که نون بخره ایچی نمین اونا رو میدونید چند میان دستگار جو این 35 روبل نرخ بوده یعنی نون‌های اچگی در همینجا دیده میشن نون‌های تازه که اینا در همین تندر میبندن دوستان اینجا میفروشن به نرخ ارزون
35 روبل 35 روبل اینجا با پاکتشون میکنن این سامبوسا هم خانگی یعنی که رقمایی که در روی اکران دیده شده دوستان مهربان هم یا برای زکات کردن یا که پول سر پرسیدن بیای برادران خدمت این چیه خانگی نه چند می خانگی 2000 روبل شده کو 2000 دلار یا پاسش 120 تا 160 روبل 120 160 این دوستان مهربان تخم برای تخم جنگ برای عید بو دوستان مهربان این ویدیو رو برای شما در بیگوی عید گذاشتیم به خاطر اونه که برادرها بفهمن بیان خرید کنن ما هم حرکت میکنیم که بیگوی دستماتای درب پارتم هم ان شاء الله خوب دوستان مهربان خاطر سوی که بگیم هستن سمیتن قایماق من اینجا شکل دیخونی سیم فکرم برادران مهربان نگاه کنید تمام نمود خوراک‌ها در اینجا دیده میشوند خسکوشانی ملک و روغن این روغن چند میکه چی میگن الینا چی میگن 641 روبل شیرین کردگی نه 5 لیتر دوستان مهربان نگاه کنید این طرف اینا یوگورت ها بعد خوراک ها ملک ها یعنی چیزی که همی مالوشنی هسته در اینجا دیده میشه تمامی مسکه و قایماق جیروات محصولات های شیرین اینجا دیده میشه اینجا پیچینی ها برای خرید اگر کدمی که عیدانه خرید کردنی باشه مرحمت دوستان زنگ بزنید اینا اینجا قند قنفید دوناگی ها دوستان عزیز در اینجا هم دیده میشن تمام نمود چیزها در اینجا دیده میشن خوب ارزان این قندها را ببینید برادرها کدمیت که اگر برای عیدانه خرید کردنی این قندها را هم شکلات همش پریت که تپیدگی با چپش نکن در بالا بزنید خوب دوستان مهربان همه نمود دیده میشه و پلوس تماشا کنید اگر این ایش رولتون ها برای گودک‌ها خیلی کلنور هم استفاده میبرن تمام نمود رولتون چند سمه شما ده؟ رولتون ها اینجا هست جوره هست و چی؟ پیش گذاری اکا گاب زنی؟ جوره داریم جوره که 37 روبل 40 روبل مال کنید 40 روبل 37 روبل 59 روبل اینجا برای چی هم داره؟ پسوده شویی و مقصد اینجا باید خیمیایی همه چیزی که با روزگار هم در کره با چی پسوده شویی برای خونه همه روزگاری برای روزگاری خونه ها؟ این ایش چی میگن دیزادرند پاکت آینه برای لباس شویی هزار یا نمود این چی میگن توالت نبو مگا شوتکا و خلاصه مثلی همین پتیورچکا شما کردگی مثلی همین نومی مغازین هم خیلی زمزمه اتاق خودش مثلی پتیورچکا правильно یعنی ای شما سویج من دیدم از اینجا نوناتونا پیش گذار اکجا من شما را همجا نشون تیم اگر روی این ای طرف او همین او تو هازمش گفتم بچه‌ها ارزونه عکس که تینیمو همش ارزونه نرخی دسترس گاریلش میگن درایو گاریلا داریم چند نمود میشه اینو گاریلا هازم درایو چند میشه شما دا درایو 50 روبل عکس پپسیو داریم گاریلا ها ارزونه پیش گذاری اکجا بعد ارسیکولای تاجیکستان داریم محصولات تاجیکستان اینا 100 روبلی ان 100 روبل یکم لیتر یکم لیتر داریم یا لیتر داریم یا لیتر یک 500 لیتر داریم این همه ای او اوه سوکو برای همش همین زیب زینت روز عید دسترخوان بله همه شب ما برای روز عیدکی هم ای برادرها صاحب مقصد یک لقمه شون حلاله اون چیزی که وای نیست بله دوستان عزیز همچنین همه او تپیدگی یعنی که یا هم پیتیورچکا و ماگنیت ای پریپراوان برای اوش برای مقصد شوربا و برای ششلیک برای همه اینم اینجا ارد داریم اردایی که پشته دارم 1 کیلوگرم 2 کیلوگرم هستم نیم کیلوگرم هستم شکر داریم 1 کیلوگرم نمک داریم خندای من سفید هستم خندایی که پشته دارم بعد مکرونه داریم یک چند نمو مکرونه هستم مکرونه اووی 5 لیتر هست اووی صوفگی اووی چشمه اوه چشمه دوستان السلام علیکم مکای خصاب سوزی تندی سلامتی خوبه چی در پشتی جواب جوشت این گوشت چند شید گوشت چند سمه گوشت خوب است گوشت گوسپند گوشت گاو همه نمود شده همینجا دیده میشه این چه سمیتانه این چکه آخوی همون چکه یعنی قرافت سرخ هست بعد این محصولاتی میسوبه
зелень вай дорем мисол кашничи укроп пиёз ҳама инаму чиз дида мешавад. ва салато аст Гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд, гӯшти гов гӯшт аст ва мин маҳсулоте ки халвасои ҳалол. ҳалол ҳама яъне ки ин магазини ҳами земземи гуфтагиму полни ҳамаш ҳалоланд. Туғри маҳсулоти ҳалоланд ва асал дорем. асал чанд сай килош? Асалои самара ино. Килош чанд сомон? Ино килош 700 сомон, 100 граммаш 70. 100 граммаш 70 рубл. Турут дорем 1300. Хурто ачаги. 100 граммаш вай меша 130. 130. Ишам препара. Ино препаравои кило вай қошуқ кативай кард метем. خب این دوستان عزیز نگاه کنید که مغازین الحمدلله برادر ای دو قسم عبارت های این محصولات روزگارشین قاشق چای چی میگن پیاله و استفاده روزگار و همه چیزی ها دیگ هست اسکوارات داره این استکانایی که میخوندن چند میاد اینو استکانا 45 روبل 45 روبل نه همه خواندگیش این دوست خوب این خیلی دوستان عزیز میریم بعد کاسه‌شو میریم اینجا این اسمش سودی برادر تنجی این نوشنیک پاوشنیک همه چیز میفروشه جای نماز و فقط بفل تقسیم این جواش که خلاصه از این نگاه کنید دوستان مهربان من شماره هستن نشون دوستان مهربان نگاه کنید هر چی نشون دادیم به خاطر خدا به خاطر برادرها بود در چند که ما از همین رکلام‌های بعضی رکلام‌ها یا سون دستون ما می‌کنیم حرکت می‌کنیم که یک فایده به جامعه درست مقصد همین مغازین زمزم نشون دادن بعضی ما شوخی می‌کنیم حلال در مترو لوبلینا نمی‌دونسته که همین مثل پتیورچکا بزرگ چیه برادر ما خویش کردن همین مغازین زمزم مثل پتیورچکا ماگنیت دیکسی و مقصد دیگر جوهاش الحمدلله هم قدر همون چیزا هستن اما یا حلال از برادرای خمو از فابریکای برادرای خمو که تمام محصولات ها هست بعد دوستان مهربان رقمایی که در اینجا هستن زنگ بزنید ادرس رو برسید که در اول سه سوخوز 20